سالم باشید بچه ها. امروز اومدم بهتون یاد بدم که چطوری جنگنده B2 بسازید. خب وسایلی که نیاز داریم همونجوری که اول میدونیم تو آپدیت های جدید یا همون 26 دو که میدونیم سولفر اضافه شده و میدونیم که میتونید توشون بلاک بذاریم و وقتی بتونید توشون بلاک بذاریم میتونید توشون TNT بذاریم و همونجوری که میدونید ما میتونیم بهشون لید ببندیم. کجاست لید رسانید؟ آها دیدم اینجاست. و ما میتونیم بهشون لید ببندیم. حالا همونجوری ما میتونیم یه هپی گست رو داشته باشیم و تو هپی گست هم میتونیم بهش زین ببندیم. اورنج زین. what the hell I'm saying. قائل نکنید. ما هپی گست زیبایی همونجا اسکان میکنیم. حالا اینو بهش میبندیم بعد بهش لید میبندیم. با حواستون باشه فرار نکنم من کریتیو. حالا همراه خودمون میکشیمش اینجا. خب حالا همراه خودمون میکشیمش اینجا. یک باید چند تا سولفر هم استفاده کنیم. حواستون باشه بچه فقط به دنیا نیاد. من حالا وقت سولفر پیدا کرده باشیم. حالا وقتی پیدا که دستان بگیریم سولفر هم میان نمیگیم و اون موقع میتونیم بهشون نزدیک کنیم. ثبت این و این یکی. حالا ما باید به همشون لید ببندیم. لید و لید و آخرین و حالا باید گست عزیز دل رو بیاریم و سوارش بشیم. و یه چیز دیگه هم که نیاز داریم فیلینتن استیل. و حالا ما یه جنگنده B2 داریم. همونجور که دارید میبینید ما جنگنده B2 داریم که میتونیم هر وقت خواستیم فعالش کنیم و خونه رفقامون رو به فنا بدیم. اگه خوشتون اومد لایک و ساب کنید تا ویدیو بعدی. فعلا